سلام، امروز مولک و ایمان میرن جنگل و مولک عاشق میشه. بیایم با هم ببینیم که چجوری عشقش رو پیدا میکنه. سلام بفرمایید. اسب با خدای من چقدر اسب دوست دارم. من یه روز اسب میخرم. حالا ببین، من یه روز میرم اسب میخرم و با این اسب میریم در تریلای ونکوور میچرخیم با هم دیگه و میچریم. من دوست دارم اسب رو بگم و با هم دیگه همینطوری بریم و یه دوری بزنیم و توی جنگل ها با هم بریم و آروم آخرش هم یه چارنل با یارو برم و به قول خارجی ها کالیت دی. نمیخوام مثلا برم از روی 17 تا میله بپرم هم اون بدبخت رو به درد برسونم. حالا کسایی که طرفدار عصبانی و پرش و مونه هستن و اینا، من معذرت میخوام، علاقه من نیست، میدونی. ایمان هیچ وقت تنها نبود. اسبش مثل بالهاش بود، اما این بار مولک هم همراهش بود. مولک پا به پای ایمان میومد، اما چشماش پر از کنجکاوی بود. دنبال چیزی میگشت که فقط دلش میدونست. بر همین شلوارت این شکلیه؟ حالا من دوست دارم الان اینجا که نشستی تیشرتت معمولیه، کلا داره، ولی پاشه داغ شلوار رو ببینن. برو رو صندلی. چقدر قشنگ. اینجاش زبره، نه بچه‌ها نمی‌بینن. اینجا که جنس زبره اینجاش. این طبیعت و اینا با اسب بچرخم اینا گفتش ببین واقعاش اینه که ما اطرافمون زیاد طبیعت آنچنانی اطراف این جایی که ما هستیم نیست. تو میتونی مثلا اسب ببری چون فلان جا لنگلی کلی تریل اسب سواری اونا داره، ولی الان ما تو شهریم، خیلی مرکز شهر کنار ایرپورت. یه لحظه اصلا نفسم گرفتم. چرا شلوارت از تنگه فکر کنم، داره فشار میاره خیلی. نه این کلاه خیلی گرمه. ما خدایا کی میشه بارون بیاد دوباره استودیو سرد؟ وای نه خواهد این چیزا. نه من سرما رو خیلی بیشتر دوست دارم تا این گرمای مزخرف. از سواری یاد بدم، کل اون دیسیپلینش رو بهت یاد بدم. مولک جلو میزنه و ناگهان مولوک از دل سایه ها پیدا میشه و درست همونجا بچه ها قصه تغییر میکنه. مولوک عشق همیشگی مولک ظاهر شد. ته عداییه دیگه. کی ما فقط یادم عدایی مارمولک داره. یعنی مثلا چه میدونم برای خودم مارمولک داشتن تو مارمولک داشتن و هر روز سرموی رفتن طرف به نظر دو تا مارمولک، یه دونم نه. آره این دوتا عدایی. فقط همین دوتا من عدایی. مولک که خیلی هیجان زده شده بود از رو دوش ایمان و اسب پیاده شد، اومد پایین و رفت سمت مولوک و مولوک رو با دقت نگاه میکرد. مولک گفت وای بالاخره پیدات کردم. مولوک گفت منم دنبالت بودم. ازم پرسید، گفتش که داستانت چیه؟ گفتم ببین من مثلا دوست دارم که اسب یاد بگیرم، دوست دارم که مثلا یه روز اگه بتونم اسب خودم رو داشته باشم، ولی من گفتم که من دوست دارم تریل راید بکنم، برم مثلا توی این طبیعت و اینا با اسب بچرخم. یه بوسه کوچیک که همه چی رو ترکوند، حتی پرنده های جنگل هم هنگ کردن. ایمانم که دید مولک بالاخره به عشقش مولوک رسیده، انگار خودش خوشحال شد و گفت جدی آدم وقتی خوشحال باشه حتی اسبش هم فکر میکنه موشک شده.
دقیقا همینطوری یه گردش ساده تبدیل شد به اولین قسمت سریال ترکی مارمولکی، عشق در جنگل. مولک هیجان زده میگه خب یعنی الان باید یه اسم ترکیبی داشته باشیم، مثلا مولولوک؟ مولوک میخنده میگه نه بابا این شبیه یه اسم آدامسه. مولک گفت خب پس عشقهای جنگلی چطوره؟ مولوک گفت بذار همون مولک و مولوک بمونیم، هنوز برند نساختیم. خیلی دوست دارم نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین و برام بنویسین که آیا این داستان آشنایی مولک و مولوک رو دوست داشتین و دوست دارین ادامه‌اش رو توی ویدیوهای دیگه ببینین. حتما برام توی کامنت ها بنویسین که چه حسی راجع به این ویدیو و کلا داستان مولک و مولوک داشتین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین.